اجتماعی پروگرام ملی کنترل توبرکلوز با تلاش‌های پیگیرانه سال به سال دستاوردهای قابل ملاحظه داشته است. اینک به طور خلاصه از دستاوردهای سال گذشته 2022 ذیلاً میتوان نام برد: 1. تشخیصیه و تداوی توبرکلوز به 877 مرکز صحی در سطح کشور. 2. افغانستان میزان بلند موفقیت تداوی توبرکلوز را بعد از معرفی استراتژی تداوی کوتاه مدت تحت نظارت مستقیم یعنی دادس در طی چند سال متوالی داشته است و این موفقیت تداوی خوشبختانه 92.6% گزارش شده است. 3. کشف 52407 واقعه توبرکلوز در سال 2022. تقویه کنترل توبرکلوز در زندانها. دخیل ساختن سکتورهای مختلف صحی در کنترل توبرکلوز بخصوص در شهرهای بزرگ و پرنفوذ کشور با تطبیق ابتکار دادس شهری. 6. توزیع و نصب ماشین‌های مدرن تشخیصیه مانند جن اکسپرت در تمام ولایت‌های کشور به منظور تشخیص سریع و کشف واقعات مقاوم توبرکلوز. ایجاد لابراتوارهای کلچر و توسعه واردهای تداوی توبرکلوز مقاوم به ادویه در ولایت بزرگ کشور مانند کابل، کندهار، هرات، بلخ، ننگرهار، کندوز و پکتیا. کشف 643 واقعه مقاوم به ادویه توبرکلوز. خوشبختانه موفقیت تداوی توبرکلوز مقاوم به مردمایی که در فقر، در بیچارگی زندگی میکنند در مناطق دوردست، از یک طرف آگاهی درباره امراض به اون سطحی که نیاز است ندارند و از طرفی از لحاظ اقتصادی چون اکثر مناطق صعب العبور و مناطق دور از دوردست است، اونا دفعتاً به نزد دکتر و مراکز صحی نمیان و اگر میان توصیه را قبول نمیکنن و یا تداوی که نزدشان شروع میشه تداوی را قطع میکنن، چون تداوی توبرکلوز برای یک هفته، 2 هفته، 1 روز 2 روز نیست، چون به سیستم دادس داخل ریوی را ما حداقل برای 6 ماه تداوی نیاز داره و خارج ریوی بیشتر از 6 ماه که در بعض وقتات 8 ماه و بعض وقتات تا 10 ماه او از لحاظ تخصصی فرق میکنه که رو نمیخوایم بحث بکنیم. مواردی است که از لحاظ سنین و جنسیتی هر طبقه را بیشتر مساب ساخته میتونه و خصوص خانمایی که حامله هستن در راپور آمده که اونا را هم مساب ساخته و در حقیقت اقشار یا از لحاظ سنین و از هر لحاظی میتونه که مورد مساویت قرار بده. در یک فیصدی که دقیق فعلا به اختیار من نیست، من نمیخوایم برای احتمالش رو بحث بکنم، ولی از لحاظ کلی مساویت داره. این مراکزی که من یادآور شدم، کیسایی که مشکوک دریافت میشه، سمپل از او گرفته میشه، به مرکز سمنگان، شفاخانه ولایت سمنگان آورده میشه که توسط همکارای ما، توسط ماشین جن اکسپرت اونا معاینه میشه سمپلا و کیسایی که مثبت راپور داده شد، یعنی توسط جن اکسپرت تثبیت شد که مسئله کوخ یا عامل سببی توبرکلوز موجود است، بنابراین تحت تداوی قرار میگیره. قابل یادآوری میدونیم که دو نوع توبرکلوز، امراض توبرکلوز به صورت کلی به 2 نوع تقسیم میشه و یکی توبرکلوز ریوی یعنی و توبرکلوز خارج ریوی که دقیقاً همکارای ما و مردم عزتمندی ولایت سمنگان در این رابطه آگاهی دارن و شنیدن که چند موارد را اینا، یک موارد را که اینا میدانن اویی است که توبرکلوز اوزام، توبرکلوز به طور مثال امعا و سایر مواردی است که اینا در جریان هستند و گاهی دریافت دارن. از اون لحاظ ما در کل یعنی عامل سببی که باعث مصاب شدن ریه شود توبرکلوز ریوی میگیم. آنچه که بیرون از ریه باشه ما او را خارج ریوی میگیم. به طور مثال تب مننجای، توبرکلوزی که باعث مساویت سحایا میشه. از روز جهانی توبرکلوز و بسیج عمومی را در این رابطه برآورد کردیم به خاطر محو ریشه‌کن ساختن در حقیقت توبرکلوز
از سطح افغانستان به خصوص ولایت سمنگان و از طرف ما دست به دست هم بتیم چگونه میتونیم که در سر وقت اگر خدا نخواسته مریضایی که مبتلا میشوند به توبرکلوز چه برنامه و چه تدبیری گرفته میتونیم و چگونه درمانشو و چگونه در سر وقت و به موقع تشخیص و تداوی نزدش اجرا شود و چگونه میتونه که مردم ولایت سمنگان از عرضه خدمات صحی به خصوص در قسمت تداوی بیماران توبرکلوز مستفید شوند و هم آگاهی داشته باشند و هم به نحوی اگر مبتلا میشن از عرضه خدمات برآمد شوند. روی علت بود و قابل یادآوری میدونیم که در سطح ولایت سمنگان ما در کل 8 مرکزی صحی تشخیص و تداوی توبرکلوز موجود است که از شفاخانه ولایتی شروع تا شفاخانه های ولسوالیاه یعنی شفاخانه دعا، دی، بازار سلطه و همچنان 4 CC که CC مقصود، حضرت سلطان و خرم و سارباغ و بالاخره حسنی در اینجا تداوی در حقیقت توبرکلوز صورت میگیرد و کیسایی که نیاز آژانس خبری پژواک انعکاس دهنده حقایق